انسان وقتی که در زندگی پیوند با موسیقی است، حضور و حلاوت زندگی را احساس میکند. زین رو بیننده ارجمند، دوستان گرامی قدر، ما اهل قلم و ایجاد تلویزیونی فرهنگی سفینه کوشش میکنیم که با دعوت مهمانانی که واقعا هم هنر والا دارند، واقعا هم هنر ناتکرار دارند، برنامه های خوب تهیه بسازیم و تعب شما را شاد بگردانیم، زیرا این رسالت کسبی ما است و ما باید از عهده اجرای رسالت کسبیمون به خوبی برایم. و فقط تمنا و امید ما این است که تنصیحت باشید، بخندید دویم و گردی دسترخوانتان همراه نزدیکان و پیوندانتان حضور و حلاوت زندگی را احساس کنید. خب این دم دوستان عزیز در برنامه زمزمه مهر مهمان ما هستند هنرمندی محبوب دلها، هنرمندی که واقعا هم عاشقانه می سراید، تاجیکانه می سراید. شهرت سینکف، خیر مقدم خونم شما را. تشکر که دعوت ما را پذیرفتید. خب گمان میکنم که آغاز برنامه را همچون ارمغان، همچون توفه برای بیننده و برای مخلصانتان یک ترانه پیشنهاد کنید، بعدا صحبت کنیم. خب کار رنگ دیگر میگیرد. قبول است. برآمد. خوش آمدیم، هکب که خوش خرام و دنیا خوش آمدی، با ناز و ایشوه در اینجا خوش آمدیم، با ناز و ایشوه در اینجا خوش آمدیم. هکب که خوش خرام و دنیا خوش آمدیم، هکب که خوش خرام و دنیا خوش آمدی، با ناز و ایشوه در اینجا خوش آمدیم، با ناز و ایشوه در اینجا خوش آمدیم. چو ماهی انور و روشن‌تر از شرم، رویت چو ماهی انور و روشن‌تر از شرم، شغلان تا بشوم بدخشان تا برام، شغلان تا بشوم بدخشان تا برام، مانندی تو ندیدم خوش قد و خوش دماغ، مانندی تو ندیدم خوش قد و خوش دماغ، روی زمین تا بستوریا خوش آمدی، روی زمین تا بستوریا خوش آمدی. هکب که خوش خرام و دنیا خوش آمدی، هکب که خوش خرام و دنیا خوش آمدی، با ناز و ایشوه در اینجا خوش آمدی، با ناز و ایشوه در اینجا خوش آمدی، با ناز و ایشوه در اینجا خوش آمدی. خب اظهار سپاس برای ترانه. اکنون شما امکان دارید که به مخلصانتان، به هموطنان عزیز از این منبر بسیار هم با افتخار سلام و پیام بگویید. سلام تماشابینان تلویزیون سفینه، ما گروه روشندلان روشن و تمام هنرمندان ترکستان قریب که هر روز در اندیشه شما هستیم. ما همیشه حرکت میکنیم که سرودهای نو به نو ایجاد میکنیم و تا که دلهای شما را شاد گردانیم و در خانه‌تان همیشه با سرودهای ما یعنی خوشی و خرسندی و زندگی را به سر میبرید. سلامت باشید. خب شهرت سینکف، قسمتی از سروده هاتان در موضوع وطن و میهن و دوست داشتن خاک این زمین است، آب این زمین است. این احساسات از کجاست؟ البته نسبت وطن من خیلی مهر محبت زیاد که دارم
وقتی که در پایتخت یعنی اینقدر آبادی هست، ما سیر و گشت میبریم، تماشا میبریم و اون زیبایی وطن یعنی به ما در دلمان یک روشنی می اندازد و ایجاد پیدا می شود و همین لحظه چرا ما وطن را دوست نداریم و مهر محبت وطن بسیار نسبتا یعنی در وجود ما زیاد می شود و حرکت میکنیم، سرودهای نو به نو در وصف وطن تاجیکستان عزیز ایجاد میکنیم تا که تماشابین و تمام مردم ترکستان نسبت وطن باز هم یعنی نزدیکتر مهر زیاد پیدا کنند و همین گونه یعنی آبادگر وطن باشند. خب ببینید مثلا نقش دهقان در آبادی وطن این زمین رو خوب استفاده بردن است. البته. کلان کردن، زراعت کردن و البته ثمر خوب گرفتن. البته. نقش یک نفر عادی دیگر نمیدونم یک نفری که کارش آهنگری است، این البته اسباب و آلات‌های انجامی که برای یک نفر در زندگی ضروری است من برای ساز کردن و پیشنهاد کردن است، یعنی که نقشی او در وطن، نقشی هنرمند گمان میکنم این تربیه نسل جوان مثلا مردم شریف تاجیکستان برای دوست داشتن وطن، حفظ حمایت مرز و بوم است. میگونم انقریب در همه مثلا برآمداتون دیده می شود که شهرت سینکوف با سازی همین اکاردیون سرود می سراید، نغمه سرایی میکند، نغمه پردازی میکند. آیا بجز از همین اسباب دیگر هست سازی که شما بنوازید؟ اصلا در خانه من با گیتار یعنی با گیتار ایجاد میکنم سرودها را و با این اکاردیون یعنی موسیقی را جمع بست میکنم و با همین دو اسباب من. خب از اسباب‌های ضربی چی؟ ضربی خیلی دف، تبلک یعنی. خب بید همین حالا برای بیننده ما یک لحظه نوازش هم باشد، زیرا که خب من گمان میکنم که جای اومده است که شما باید بها بگیرید. هیچ گم نه. خواهش میکنم ولی با همراهی شما حتما که در کوچه باقی عاشقان طالبی دیدار آمدم، ای طالبی دیدار آمدم. چهره نورانیم جانم منور میکنی، فارم نسیمی نوبهار دل را معطر میکنی، دل را معطر میکنی. فصل خزان رفته بودی ای صبح بهاران آمدی، در آسمان تیرشان چون ماه تابان آمدی، چون ماه تابان آمدی. ای یار آمد و یار آمده، دیدنی دلدار آمده، از کوسار و سر به ناز گشت دیگر بار آمده. از کوسار و سر به ناز گشت دیگر بار آمده. تشکر زیاد. خوب بیننده ما البته درک نمود که شهرت سینکوف در برابر سرود خواندن حداقل از عهده نوازشی اسباب دف هم میبراید. این مزه دیگر دارد وقتی که با اسباب دف سرود میخوانی، خب مزه دیگر دارد. چگونه است خب شهرت سینکوف بگید که مثلا در موضوعهای گوناگون سرود خواندن، آهنگ بستن
خب مثلا مقصد برای من که دشوار هست بیانه، یعنی که موضوع گوناگون رو انتخاب میکنید. خیلی البته وقتی که ما یعنی بسیار کتاب ها را میخونیم از بزرگان و دیدی که یگان شعر معقول شد و دل نزدیک و عشقی باشد، می وصف وطن باشد، می یعنی در وصف مادر باشد و همین گونه هر یک شعر وقتی که در کتاب نوشته شده است یعنی آهنگ خودش را دارد. وقتی که آهنگش را تیز پیدا کردی یعنی با دل تماشابین هم تیز جو میابی. و به همین خاطر دشوار نیست اساس سخن خوب را یعنی دریافت کردن و آهنگی با سخن پیوست کردن. دشوارگی در همی است، لیکن بسیار زمزمه میکنی، مهنت میکنی، ایجاد میکنی و همین گونه از دودش میبروی. بله. خب مثلا برای اونه که یک سروده که آماده میکنی زود خیت شود و البته در برابر زود خیت شدن همچنین باز در یادها مثلا دیر باقی بماند، یعنی که بعد شما کسی دیگر بگوید که من سرود شهرت سینکف رو میخواهم بخونم، یعنی با طرح نو، شاید که با همون نمود پیشینش. خب چند کس باید دست داشته باشد در این کار؟ خود شما تنها و یا اینکه رامشگران، نمیدونم آهنگساز، نمیدونم شاعر و یا کسی دیگر؟ سخن بسیار یعنی خوب یافته وقتی که در جمعیت بسیار آدم با مردم همنشینی میکند، یعنی صنعتکار باید پسیکولوگ باشد، باید فیلسوف باشد و حس میکنی که تماشابین امروز چرا از ما انتظار است و همون لحظه سخن خوب، شعر خوب را انتخاب میکنی و کار میکنی که ارانجировکای خوب میکنی و خوب سرایید و با درجه عالی اگر همین کارو پیوست شود حتما همون سرود باوری دارم خیت می شود و بسیارتر او را زمزمه کردن در کار، در همه جا سراییدن در کار است. اینم من بعضی چیزا را اثبات کردم، سرودایی که خوب بودند لیکن ما یک بار سراییدیم و ماندیم و رفتیم دیگه در بحری دیگه سرود گشتیم و سرگردان شدیم، سرودا خوب رفتند و من بعداً باز حرکت کردیم. من بیایم در سرودی ما را با چشم کم مبین سخن را میرانیم، سال 2013 بود ما ثبت کرده بودیم و همین گونه رفت، اونقدر اهمیت ندادند و بعداً ما باز در جمع آمده از نو با گروه سرجم شدیم و خیلی تمرین خوب کردیم و زمزمه کردیم، گفتیم ما باید این سرود رو یعنی با گفت خودت خیت کنیم. و امروزها ما در جمعیت همین سرود بسیار خیلی خوب قبول شده استفاده است و قریب که بعض جا میره ما را با چشم کم مبین میگن، ما را با چشم کم مبین و همین گونه من این سرود زحمت اساس در کار است. خب پیشنهاد میشود از جانب مخلصانتان که در این یا آن موضوع سرود بخونید، برای ما سرود بخونید؟ البته وقتی که من در رادیو چندی بار با صحبت‌های وی بودم یعنی بله بسیار زنگ میزنند و خود همون لحظت تکلیف میگیرند سرود پدر. افسوس که من تو امروز سرود پدر رو ایجاد نکردم، ثبت نکردم، من گناهکار هستم و من باز در نزد تماشابین باز یعنی وعده میدم که من گناهکار هستم در نزد شما و همان حرکت میکنم که یک سرود در وصف پدر ایجاد کنیم و با گروه تمرین کنیم و زمزمه میکنیم و خدا خواهد روبرو میشیم و زمزمه میکنیم و ایجاد میکنیم میسرایم ان شاء الله. بیشتر همین موضوع پدر رو پیشنهاد بسیار خواهش دارن، نه؟ خواهش داشتند. خب امیدوار هستیم که البته گناهکار هستم. از همین منبر وعده میدهد شهرت سینکف دوستان ارجمند که برای قیمت نام بزرگ پدر و مادر حتما ترانه های نو به نو ایجاد میکند و چون دستگل پیشنهادی همه شما میسازد دوستان ارجمند. ولی من گمان میکنم سرود خوبه که در کدام موضوع باشد البته وقتی که پدرم میشنود شاد میشود، مادرم میشنود شاد میشود، این تحفه از جانب یک هنرمندی است که فرزند همین زمین، فرزند یعنی همین خاک است. خب بسیار جهانی سپاس برای پیشنهاد جواب ها و گمان میکنم که همین حالا باز یک ترانه دیگر برای بیننده ها پیشنهاد کنیم، عین مدعا است. بدن گردی
چهره خندان ماه تابانی منی تیغ میشگان چهره خندان ماه تابانی منی بنده می سوزد در عشق روی تو هر روز و شب هر روز و شب بنده می سوزد در عشق روی تو هر روز و شب هر روز و شب گوهری نایاب من لولو و مجانی منی گوهری نایاب من لولو و مجانی منی چشم تاریک است به رخسار نور افشان تو چشم تاریک است به رخسار نور افشان تو با جمال نور بارد نور چشمانی منی با جمال نور بارد نور چشمانی منی لاله رخ سیمین بدن کفی خرامانی منی تیغ میشگان چهره خندان ماه تابانی منی تیغ میشگان چهره خندان ماه تابانی منی بنده می سوزد در عشق روی تو هر روز و شب هر روز و شب بنده می سوزد در عشق روی تو هر روز و شب هر روز و شب گوهری نایاب من لولو و مجانی منی گوهری نایاب من لولو و مجانی منی گوهری نایاب من لولو و مجانی منی تشکر زیاد برای سراییدن سرود. اظهار سپاس به شما نیز برای همراهی کردن در نوبت خواندن. خب شهرت سینک برای یک هنرمندی که واقعا هم هنرش را صمیمانه دوست بدارد، هنرش را از روی صدق دوست بدارد و از روی همون هنر نان مییابد، در زندگی نان میخورد، بسندگی میکند که مثلا در یک سال 2 و یا 3 سرود ایجاد کند اگر هنرمندی اصیل باشی. خب چگونه پاسخ میدهید؟ من فکر میکنم این خطاست. مثال یک سرود 2 سرود این کم است برای ما. از یک طرف ببینید در تاجیکستان ما قریب که یک سال یک جشن‌های بزرگ داریم، یعنی از 8 مارس سر میکنیم روز مادران، حتما برای مادر سرگرم در کار است. یا که از 23 فوریه سر کنیم، روز ارتشی ملی، و بعدا جشن نوروز بزرگ ما داریم. چرا برای روز نوروز یعنی ایجاد نکنی؟ البته ایجاد کردن در کار است. و بعدا ما جشن وحدت ملی داریم، البته سر ایجاد کردن در کار است. و بعدا جشن استقلال داریم. و همین گونه ماه نوامبر روز پرچم، روز زبان. همین گونه فکر میکنم که یک تا 7 سرود باید که ایجاد کنیم به خاطر اون جشن و همین طریق یعنی علایدگی باز در علایدگی باز هست، یعنی سرودهای عشقی برای یعنی عاشقان، البته برای عاشقان البته در کار است و ایجاد کردن در کار، محنت کردن در کار است. و با 2 سرود خیلی ممکن بعضی شخصان با 2 سرود یعنی قانع میشوند. خود شما راضی هستید از این مثلا ایجادی که در یک سال 2 یا 3 سرود یا که 4 سرود آماده من البته راضی نیستم. من قریب که همه جشن‌هایی که من تکرار کردم حرکت میکنم در همه جشن‌ها سرودهای نو به نو ایجاد کنم تا که مخلصان ما همیشه انتظار هستند که ما کی باز سرود نو را از تلویزیون سراییم. و همیشه وقتی که سرود نو میسروی در راه وقتی که میبین این شب من تماشا کردم سرود نو رو سرودی باز. و همین گونه یعنی وقتی که ما برای خودمون یک لباس نو یعنی میخریم و برای تماشاچیان برای مخلصان این سرود لباس نو یعنی سرودای ما هستند. همین طریق اونا بسیار خوشحال میشن از ما. بله. خب تشکر زیاد. بجز از مثلا سرود سراییدن و بجز از آهنگ کردن و بجز مثلا در دنیای هنر بودنتون باز مثلا یگان شغل دیگر دارید؟
البته من به ورزش بسیار یعنی شوق زیاد دارم. کدام نوعی ورزش رو دوست می‌دارید؟ با تو بسیار یعنی فوتبال بازی بسیار میکنم. اصلا شبها میبرایم در کوچه نزد خانه که ما زندگی داریم و میدانچه های ورزشی نو شده است. البته و بسیار فایده است برای شخص، برای هنرمند عموما این ضروریت دارد. و از کار موسیقی البته آدم ایجادکاری این کار دشوار که است. ورزش آدم رو خیلی آرام میکند و یکمش میگن ورزش برای سلامتی است. پس گمان میکنم که شهرت سینک همین حالا دسته هنری که اینجا حضور دارند رامشگران بسیار خوب، اگر یک موسیقی بنوازند تاب ما نیز بریده می شود، تاب بیننده عزیزی ما نیز بریده می شود و شما همراهی خیلی دور آمدید. اکنون باید برای بیننده های ما نیز یک تحفه داشته باشید. خب بازم احسن میگویم برای احترام، برای خاکساری، برای پاسخ به سوال ها به شما نیز تشکر برای یک نوازش خوب. شهرت سینکوف، بیشتر مردم تاجیکستان شما را همچون هنرمند فلکسرا میشناسند، چون که مثلا در نوبت اول در گام هایی که در تلویزیون برآمد میکردید، خب در صحنه های بزرگ برآمد میکردید، البته با ترانه های برآمدید که در ژانر فلک بودند. بله. خب اکنون در همین بخش خردکک برنامه ما که هنرمندان اشتراک میکنند و البته 4 مصرع یا که 8 مصرع از خب غزل های شاعران را در ژانر فلک، در ژانر 6 مقام، در ژانر استرادا آهنگ میسازند. خب ما نیز خواهش میکنیم که همین 4 مصرع را شما نیز همراه رامشگران
در ژانر فلک پیشنهادی تماشاگر بسازید تا هم بها بگیرید و هم بیننده ما باور کند. حرکت میکنیم. برآمد. باشد صدایی خوشترین بر گوش دل سازی وطن، صبحانه خود میکنم اشکی سحر نازی وطن، صبحانه خود میکنم اشکی سحر نازی وطن، گاه بسم دام برد گنجی وطن رازم ریه با نرخی جانم میخرم هر سنگی پردازی وطن، با نرخی جانم میخرم هر سنگی پردازی وطن. باز هم تشکر و البته باور کنید که واقعا در برابر سرود خواندن و انتخاب متن و همکاری با اهل رامشگران و هنرمندان همچنین گاه گاه که آهنگ میسازید تاثیرش مانده است و البته خوب اگرچند به طور کلی هم نباشد ولی در این فرصت یک دستگل است برای بیننده ما. فقط در انجام برنامه شما در مورد تدبیرهای در پیش ایستاده‌تان، در مورد خب کارهای در پیش میکرده‌تان و همچنین گفته باشد و یک تمنیات خوب برای مردم ما بعداً با یک ترانه برنامه را انجام میبخشیم. ما نیت داریم که من این گونه جماعتی که با یعنی آوازی زنده و نوازشی عین حال در نزد شما هست و همین گونه کنسرت ها رو آسته در تمام منطقه ترکستان باید پیشه کار گیریم. نقشه ما همین گونه هست و من باور دارم که آسته تمام تماشاچیان و مخلصان اگه خبردار شده استودن که یعنی زنده در نزد ما صدا میدهد و کی ما را فریب کرده استود است و ما حرکت میکنیم و تمام بسیار هنرمندان قریب که همین گونه نقشه های دارند همه الکی بیدار شدند و این خیلی خوب میشود وقتی که با تماشاچیان روبرو میشوی و با آواز زنده میسرایی و میبینند چگونه مهنت میکشی و چگونه یعنی وقتی آواز بلند صدا میدهد و مخلص روبرو شیشته حس میکند همه چیز را. بله. و ما میخوایم که با همدل باشیم با مخلصان، یعنی یکدیگر رو خوب درک کنیم و ما هم از نگاه مخلصان خیلی شوق زیادی میگیریم و باز خوبتر و با قاطر میسراییم. چون که اونا روبروی ما هستند. بله. و ما هم دل را به دل راه است. دل را به دل راه است. بله. خب جهان سپاس. بار دیگر تشکر برای آمدنتان، تشکر برای نوازش های خوب، تشکر برای پیشنهاد ترانه ها و انسانیت باید همیشه در فکری خب غلط یک نفر نباشد و البته همیشه کوشش کند که خطای ها را بپوشاند، کوشش کند که البته در پیشروی یک نفر دیگر دست خیر داشته باشد. گرچند که انسانیت شیر خام خورده است، حق دارد که بیفتد، بخیزد، بجهد، بدود، خطا کند و البته باز حق دارد که پای خطای های خش، پای اصلاح خطای های خش خب جهد و تلاش کند و من گمان میکنم که بیننده عزیز ما، هموطن هوشمند ما از پیشنهاد برنامه برای خود غذای معنوی برداشت، زیرا مقصد و مرام ما همین است که فرهنگ رشد کند، در احیای سنت و فرهنگ ملی دست خیر داشته باشیم و همین گونه معرفی‌گر هنرمندان اصیل کشور. خب باز نمیخواهیم که بس شما دل بکنیم، نمیخواهیم به شما خیر خوش کنیم، زیرا با شما بودن با رابطه داشتن با شما این محبت ما را زیاد میکند عزیزان دل و با پیشنهاد یک ترانه دیگر تا برنامه های دیگر میگویم تنصیحت و خانه آباد باشید. مرحمت خواهش میکنم. دل را بودی دل بده، عشق مرا منزل بده، یک بوسه خوشگل بده،
چشمی کم مبین دل را بودی دل بده عشقی مرا منزل بده یک بوسه خوشگل بده ما را با چشمی کم مبین ایشو چشمی نازنین ما را با چشمی کم مبین مشکا سیاهی محجبین ما را با چشمی کم مبین ایشو چشمی نازنین ما را با چشمی کم مبین مشکا سیاهی محجبین ما را با چشمی کم مبین چشمی کم مبین نجگاه سیاهی محجبین ما را با چشمی کم مبین ایشون چشمی نازنین ما را با چشمی کم مبین نجگاه سیاهی محجبین ما را با چشمی کم مبین ما را با چشمی کم مبین ما را با چشمی کم مبین